رسول الله وقتی از دنیا رفته ما را به یک چی گذاشته؟ یک دینی که هیچ چیزش باقی نمانده، پنهان باقی نمانده، همه چیز برای ما بیان شده. از او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من احدث فی امرنا هذا، دین اینطور اشاره میکنه مثل که انگشت برش نمایان میشه، همینطور واضح است. کسی که در دین ما کی است چیزی را پیدا میکنه. دیگه مردم باز یک تعداد فریبکاری میکنه، میگه این بدعت حسنه است. رسول الله میگه کل بدعت ضلاله، تمام بدعت، البته بدعت در دین چیزی که تعلق به دنیا و وسیله و وسایل داره این بدعت نیست. چیزی که موجب ثواب میدانی او بدعت است که او را پرزی دین میدانی و این کلش چی است؟ گمراهی است، هیچ خوبی نداره قطعا. این مردم فریبیست که یا میکنه بدعت حسنه نمی باشد. در دین چیزی را جدید پیدا کردن این قطعا حسنه نیست. بدعت دین خراب میکنه. یکی گناهگار است، یکی بدعتکار است. بدعتکار ضررش از گناهگار که خیلی زیاد است. چرا زیاد است؟ بدعتکار تنها شخصی خود ضرر میرسانه، چه گناهگار. بدعتکار به نوع انسانیت ضرر میرسانه. گناهگار او تنها مخالفت یک امر شریعت کرده، عملی نکرده. بدعتکار امر شریعت بیخی از بین میبره. بدعتکار مناقض است با او شریعتی که رسول الله آورده. لیکن گناهگار چی کرده؟ او توسط گناه خود دمیرایی که روان است از سرعت باز مانده، آلی بتی شده، سست شده که بروه به الله سبحانه و تعالی. از او خاطر بدعتا اثر بدش خیلی زیاد است. از او خاطر رسول الله در یک خطبه موضوع بدعت ترک نکرده و ایرا یادآور شده. علتش همی بوده که دین به مو حدودی که باقی است به مو حدود باقی بمانه، کسی چیزی زاید از بیرون داخل نکنه. به خاطر ازی که یهود و نصارام کتابای آسمانی داشتن، لیکن وقتی که آرا و نظریات علمای خود من حیث دین داخل کردن روز فرا رسید که اصلی وحی آسمانی گم شد. نمیفهمید که اصلی وحی آسمانی کدام است و گپای ملاها و بگوی دانشمنده و کلانایشان کدام است، کدامش دین است کدام دین نیست. از این خاطر خودداری و اجتناب از بدعت امر خیلی ضروری است و مسئولیت ما و شماست که از هر برادر مسلمان خود لا اقل یک دعوت برش داده بتانیم، مانع شده بتانیم از اینکه در بدعت واقع نشود. مسئولیت خود ادا بکنیم. برای تذکر یادآوری همی گپ ما یادآوری کردم. الله سبحانه و تعالی توفیق مزیده برای ما و شما نصیب بکنه که از همه بدعت ها خودداری بکنیم. طالما اشكو غرامي